تو این ویدیو میخوام در مورد کنفرانس مطبوعاتی جواد نکونام، حالا بیانیه تند و تیز باشگاه پرسپولیس علیه علی خطیر و اتفاقات فوتبالی صحبت کنم. پس منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. بذارید با شادی گل مرداد محمدی شروع بکنیم که حالا دیشب یکی از گل‌ها رو زد. یکی از بچه‌ها میگفت که بازیکن تیم ملی باید بشه مرداد محمدی، حالا بازیکنی که دعوت هم شد، اتفاقا گل هم زده و اینم شادی گلش به سبک ببتو اگه یادتون باشه تو جام جهانی 1994 گل زد و یادم باشه به هلندم گل زد و این خوشحالی بداهه رو انجام داد که خبر به دنیا اومدن فرزندش رو اعلام کنه. نتایج بازی‌ها رو هم یه بررسی بکنیم که هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشورمون تراکتور با دبل مهدی عبدی 2-0 پیکان رو شکست داد. مثل رفسنجان 4 تا از ملوان خورد و اون کنفرانس مطبوعاتی عجیب و غریب به ساکت الهامی. سپاهان همونطور که من گفتم، حالا فرشادینا میدونن، 5 تا به هوادار زد. صنعت نفت شمس‌آذر بدون گل مساوی، همونطور که آلومینیوم و گلگهر هم بدون گل مساوی پایان یافت. پرسپولیس و استقلال خوزستان تو یه بازی جنجالی به تساوی 2-2 رضایت دادن. ذوباهن فولاد 0-0. چقدر 0-0 داشتیم، 3 تا 0-0 تو این مسابقه و استقلال هم 4 تایی کرد تیم فوتبال نساجی رو تا سید مهدی رحمتی از سمت خودش استعفا بده. الان استقلالی‌ها 13 بازی انجام دادن، 28 امتیاز گرفتن. آمار فوق‌العاده است برای جواد نکونام و تیمش. سپاهان 12 بازی 27 امتیاز، تراکتور و ملوان هم 13 بازی انجام دادن و هر کدوم 24-22 و پرسپولیس هم که در جایگاه پنجم قرار داره و 12 بازی و 22 امتیاز برای شاگرده یحیی گل محمدی ثبت شده. جواد نکونام تو کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد، حالا در مورد اتفاقات این مسابقه صحبت کرد. گفت در دربی چه ببرید و چه ببازید، بازی بعدی که این مسابقه شون باشه همیشه سخته و همین دلیل نیاز به ریکاوری روحی و بدنی داشتیم. برای این کار تیم رو 2 روز زودتر به اردو بردم و از مدیریت تشکر میکنم. شرایطی رو به وجود آورد که تیم در آرامش کارش رو انجام بده. تیم ما در شروع نیمه اول خوب بازی نکرد و نساجی خوب بازی رو پیش برد، اما میدونستیم اونا با توجه به نوع فوتبالی که بازی میکنن سعی به انجام بازی مالکانه دارن. اجازه این کار رو دادیم و در شرایطی که خوب بازی نکردیم نیمه اولو 1-0 تموم کردیم. بین دو نیمه به بازیکنام گفتم خوب نبودیم. تو نیمه دوم بازی رو کنترل کردیم و نتیجه رو 4-0 پیش بردیم. هرچند میتونستیم حالا گلای بیشتر هم بزنیم. از بازیکنام تشکر میکنم که تونستن به شکل دلخواه مورد علاقه من بازی کنن. از هوادارا تشکر ویژه کنم که سنگ تموم گذاشتن و انرژی اونا باعث شد تیم راحت‌تر رو به جلو حرکت کنه و واقعا ممنوندار اونا هستیم. امیدوارم تا پایان لیگ سربلندشون کنیم و بتونیم گوشه‌ای از سختی‌های اونا رو جبران کنیم. جواد نکونام گفته که با اینکه تیم ما 1-0 نیمه اولو تموم کرد ولی فوتبال باب میلم انجام نشد. همین مسئله باعث شد تعویض کنم. این نیست که حالا بگم بازیکنای تعویضی باعث این نتیجه شدن ها، نه. برخی روزا روز بازیکن یا تیم نیست و یه سری بازیکن‌ها هم میسوزن و کنار میرن. از بازیکنام تشکر میکنم و دیدین لیست ما 19 نفره بود و به 20 نفرم نرسیدیم. بازیکن‌ها مردونه جنگیدن و تلاش کردن. این هفته قطعا برنامه‌های نیم فصل دوم برای بازیکن‌ها رو مد نظر خواهیم داشت. کار در نیم فصل اول سخت بود و بازیکن‌ها واقعا زحمت کشیدن و خوب کار کردن. هر هفته این موضوع رو میگم و نیاز به تکراره که مردونه جنگیدن. امیدوارم نیم فصل دوم بازیکن‌های مد نظرمون رو جذب کنیم و مهرهایی داشته باشیم تا با دست پر در لیگ شرکت کنن. روزی مصاحبه کردم و گفتم هوادارا حواسشون باشه کلاه سرمون نذارن. اتفاقی که تو این چند سال برای استقلال افتاده. میگه حواس ما که جمعه. قبل از بازی بیانیه و شکایت اتفاق میفته تا تمرکزمون رو از دست بدیم. ما اینا رو میدونیم و مشکلی برای این قضایا نداریم. دربی تموم شده. بازی برای هر دو تیم سنگینه و قطعاً هوادارا از تیمشون توقع دارن. اتفاقات بعد از بازی به حواشی خودش برمیگرده، ولی ما میدونستیم و به بازیکن‌ها گفته بودیم که این اتفاق رو قرار پرسپولیسیا رقم بزنن. میگه بازم تکرار میکنم نسبت به حداقل 3-4 تیم شرایط واقعا سختری داشتیم، ولی با توجه به نتایجی که گرفتیم و بحث قهرمانی ما رو تحت فشار میذارن. یه بار دیگه هم بحث شکایت رو مطرح میکنن و این اتفاقات میگه در فوتبال حرفه‌ای رخ میده. صحبت‌های علی خطیر رو بشنوید. برمیگردم حالا من در مورد بیانیه باشگاه پرسپولیس هم صحبت خواهم کرد. آقای خطیری این هفته گذشته موضوع مطرح شد از فدراسیون فوتبال آقای منبینی که گفته شده بود که باشگاه استقلال به اصلا نامه فدراسیون فوتبال رو جلب کرده. در اصل این موضوع می‌خواستم، من خیلی متاسفم برای یه مقام ارشد فدراسیون فوتبال که بدون هیچ دلیلی
اصلا ایشون جرأت پیدا کرده، به خودش جرأت داده که یک چنین نامه‌ای رو با عنوان جعل از طرف باشگاه استقلال تولید کنه و من واقعا متاسفم که این اتفاق افتاده. من با آقای تاج صحبت کردم و رئیس فدراسیون قول داده که به صورت جدی مسئله رو پیگیری بکنه. اصلا به هر حال من نمیدونم چجوری باید بگم، این حتی نمیدونم تولید این نامه به نظر من اشتباه بود و بیرون دادن یک نامه اشتباه به نظر من خیانت بوده و این که ببین ما کلی نامه محرمانه در فدراسیون فوتبال وجود داره. یک نامه بعد از دربی، بعد از اون فشارهایی که از سمت باشگاه پرسپولیس میاد، یک چنین نامه میاد بیرون و از طرف عوامل باشگاه پرسپولیس این اتفاق افتاده. اینکه این نامه چجوری به دست عوامل باشگاه پرسپولیس رسیده خودش یه جای سواله که من واقعا متاسفم. به صورت هدفمند این نامه رو دادن بیرون به دست باشگاه پرسپولیس، عوامل باشگاه پرسپولیس. من با کل این خبرگزاریایی که این نامه رو دادن ما چک کردیم، خودشون کاملا به صورت واضح گفتن که از طرف یکی از عوامل مهم باشگاه پرسپولیس این نامه رو دریافت کردن که به صورت، حالا من اسم نمیارم، انشالله کمیته اخلاق و خود ارکان به هر حال فدراسیون فوتبال این مسئله رو پیگیری کنن که اصلا این عنوان اصلا به چه صورتی اصلا این عنوان جلب باشگاه استقلال منتسب شده و چجوری اصلا یک چنین نامه رو دادن بیرون. خب یه نامه رو به اشتباه تولید کردن و نامه رو به صورت هدفمندم دادن نامه رو بیرون. من خیلی ناراحتم بابت این اتفاق. و من خواهش میکنم از رئیس فدراسیون فوتبال، به ما قول داده که حتما این مسئله رو پیگیری کنه که ببینه اصلا این نامه چرا تولید شده و چرا این نامه به صورت هدفمند به این شیوه نامه داده شده بیرون. من نمیتونم بپذیرم در فدراسیون فوتبالی که حداقل در روز بالای 200 نامه محرمانه میرسد، یک چنین نامه‌ای به این شکل بیاد از درگاه فدراسیون فوتبال این خروج پیدا کنه و این نامه به این صورت هدفمند در رسانه انتشار پیدا کنه و بیان بتونن به این شیوه باشگاه استقلال رو بخوان تحت فشار. دومین مرتبه است آقای منبینی این کار. دومین بار یه من هیچ رابطه دوستانه با آقای منبینی ندارم، ولی این دلیل نمیشه که ایشون بتواند غرایز شخصی خودشو بخواد در مسائل کاری خودش به هر حال دخالت بده. من اینجا اخطار میدم به آقای منبینی این آخرین بار باشه که یک چنین کاری رو با باشگاه استقلال انجام داده، چون مطمئناً دفعه بعدی نوع برخورد باشگاه استقلال با ایشون متفاوته. برای اثبات ادعاتون دارین که مثلا این اتهام خوب نسبت باشگاه پرسپولیس میگین که از من حتما مدارک نسبت حالا تیم واسه استقلال قرار نیم فصل پشتیبانی بشه، قرار بازیکن جدید جذب شه. حتما ما تو نیم فصل تیمو تقویت میکنیم و انشالله بتونیم در نیم فصل دوم بتونیم در همین مسیر موفقیت که قرار داریم به هر حال تیمو بتونیم حفظ کنیم. ولی من خیلی نگرانم که با این اتفاقات و این حواشی که دارن برای باشگاه استقلال دارن ایجاد میکنن به صورت هدفمند که بتونن یه سنگ اندازی کنن و دستانداز ایجاد کنن به همه این آدم‌ها. من هشدار میدم که برای آخرین بار باشد که بخوام با باشگاه استقلال به این شیوه برخورد بکنم، چون مطمئناً از این مسئول پرسپولیس شکایت می‌کنید؟ حتما ما این کارو میکنیم. با آقای تاج رابطه دوستانه دارم که مال امروز و دیروز نیست و آقای تاج هم انقدر آدم حرفه‌ای و کارکشته هستن که روابط شخصی خودشون رو در مسائل کاری خودشون دخالت ندن. من خواهش میکنم این دوستان چقدر صدرنشینی آقای خطیر تیم خودشون تاثیر داره تو این مسائل، در مورد تیم خودشون صحبت کنن، در مورد استقلال و تیم بزرگ هواداری بزرگ استقلال. من اجازه نمیدم که بخوام دیگه از آقای نکونم معتقدن که آقای صدرنشینی باعث این حاشیه‌ها بود. حتما حرف آقای نکونم درسته. اولا من در مورد علی خطیر بگم که با این مصاحبه‌ای که کرد به کمیته اخلاق احضار شده و باید امروز در این کمیته حاضر بشه و حالا جواب بده که چرا این صحبت‌ها رو انجام داده. یه اعتراضی هم کرده بود استقلال خوزستان به داوری مسابقه با پرسپولیس که حالا میگن محمود ناصری، فکر کنم رضا ناصری بود، هم آره محمود یا رضا ناصری
ناصری بود که به نکته ظریفی هم اشاره کرده بود و گفت که این توپه واقعا جلوه. آها، این الان بیانیه تند و آتشین باشگاه پرسپولیس علیه علی خطیره. اونا گفتن که اون که انتشار نامه فدراسیون فوتبال رو به عوامل باشگاه پرسپولیس نسبت داده، قطعا باید در محاکم قضایی پاسخگوی اتهامات خود باشه. باشگاه فرنگی ورزشی پرسپولیس قهرمان بلا منازع فوتبال ایران پیوسته در مسیر قهرمانی حرکت میکنه و قطعا قهرمان لیگ بعد از هفته پایانی مشخص میشه. باشگاه پرسپولیس طی شکایتی از مدیر عامل باشگاه استقلال در خصوص مطالبی که برای تشویش اذهان عمومی و فرار از واقعیت عنوان میشه، پیگیر مواردیه که روی میز کمیته انضباطی این دست و اون دست میشه و اونا برای فرار از قانون و مقررات و آیین‌نامه فوتبال دست به دامان ارتباطات و استفاده از نام فدراسیون و ارکان مختلف اون میشن. باشگاه پرسپولیس برای موفقیت خودش برنامه داره و بیشک به برنده چند بازی و قهرمان نیم فصل جام قهرمانی اهدا نمیشه. بهتره شما به فکر حفظ شرایط خودتون در رده‌های چهارم به بعد جدول رده‌بندی باشین تا شاید بتونین برای لیگ قهرمانان سهمیه بگیرید تا هواداره خودتون رو به جون این و اون نندازید. مدیر عامل باشگاه استقلال مدعی شده که باشگاه پرسپولیس فشار زیادی برای رسیدگی پرونده اونا به ارکان قضایی فدراسیون میاره، در صورتی که در جای دیگه از صداقت و وفاداری و قانونمداری ریاست و ارکان فدراسیون صحبت میکنه. واقعا باید برای چنین تفکر و چنین نگرشی نگران باشگاه استقلال بود. شما که مدعی هستین تخلفی صورت نگرفته، پس نگران چه چیزی هستین؟ نکته جالبتر این که ایشون نظر ارکان انضباطی باشگاه‌ها و اصحاب رسانه رو به مواردی دیگه و 200 نامه محرمانه دیگه اساس‌تر کرده. مدیر عامل باشگاه استقلال از حرفه‌ای بودن ریاست فدراسیون فوتبال صحبت میکنه و اینکه ارکان قضایی فدراسیون تحت هیچ شرایطی از قانون سرباز نمیزنن. پس نگران چه چیزی هستین و چرا باشگاه پرسپولیس رو محکوم به فشار روی فدراسیون و ارکان قضایی میکنید؟ مدیر عامل باشگاه استقلال نباید زیاد نگران باشه، چرا که تا پایان فصل بازی‌های زیادی در جریانه و به طور مستند شاهد اینیم که با توجه به کسر امتیاز از پرسپولیس و سپاهان، این دو باشگاه همچنان مدعیان واقعی و اصلی قهرمانی بوده و هستند. باشگاه پرسپولیس نیازی نداره که به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فشار وارد کنه، چرا که مدارک و اسناد مشهود، واضح و حاضره. البته اگه فشار باشگاه استقلال این مدارک رو تحت تاثیر و تحریف قرار نده، حالا باشگاه پرسپولیس این اتفاق رو گفته و در موردش صحبت کرده. مرتضی آقاخان هم بگم که هافبک سابق استقلال به داماش گیلان پیوست. اینم پیام مرداد محمدی به هواداره استقلال. دمتون گرم، امروز حمایتمون کردید تو این سرما. این برد تقدیم به همتون، ان شاءالله که همیشه موفق باشید. پیام آرمان رمضانی به هواداره استقلال. مبارک همه هوادارامون، ان شاءالله بردای بعدی. ممنون که یه خبر اختصاصی هم بگم که یحیی گل محمدی به نزدیکای خودش اعلام کرده در صورتی که در نیم فصل 2 یا 3 بازیکن تاپ برای پرسپولیس جذب بشه این تیم رو قهرمان میکنه. حالا صحبت یحیی گل محمدیه. با استناد به بند 9 از اصل 3 قانون اساسی در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، طبق این قانون گفتن که واردات خودرو مجاز نیست برای اینها. قبلا قول داده بودن، بعد هیئت دولت اجازهشو داده بود که الان ابطال شد، یعنی اجازه هیئت دولت هم دیوان عدالت اداری فکر کنم بله این رأی دادن و قبول نکردن که فوتبالیستا خودرو وارد کنن. میگن اونایی هم که وارد کردن نمیتونن پلاک کنن، ولی یه سریا بودن وارد کردن فروختن، اونا رو ما چیکار کنیم؟ یعنی اونا پولشون رو گرفتن. دیروز پیام نیازمند که صحبت کرد گفت نمیشه که ما وارد کردیم، هزینه کردیم. به نظرم بعدم نمیگه، یعنی یه ذره باید بهش حق داد که بالاخره فوتبالیست‌ها این اجازه رو داشتن، یعنی این اجازه رو بهشون دادن، رفتن وارد کردن. اگر واقعا قرار است این قانون اجرا بشه، راهکارش اینه که دولت که خودش این وعده رو داده، شرایط برگردوندن این خودروها به خارج از کشور یا حالا استفادهش در مناطق آزاد شاید این رو فراهم بکنه و خسارت بازیکنان رو بده. اونایی که فروختن چی؟ اونایی که فروختن تو بالاخره اون خسارت رو بده، دست به دست میرسه به دست اونی که خسارت دیده نهایی هست دیگه. ولی حالا بعضی هم یه پیشنهادی میدن، میگن که به جای اینکه از کسی بگیریم به بقیه هم بدیم، یعنی عدالت اینجوری باشه، به جای اینکه از فوتبالیستا بگیریم به بقیه ورزشکارامون بدیم. ببین قانون مال شرایط فعلیه که ورود این خودروها بله ممنوعه، غیر قانونیه. خب هر وقت قانونش باشه که همه بتونن بیارن، خب این مجوز خیلی یه ذره ویژه‌تر حالا مثلا به فوتبالیست. بله اینم میشه. خب
یعنی اینم در نظر داشته باشیم، به نظرم ولی اصلا بدی نیست. حالا بگذاریم ما که بعد اون نمیاد کسی ماشین مدل بالا داشته باشه، نوش جونش استفاده کنه، کیفش هم ببره. این از بسته فضای مجازی ما. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. دمتونم گرم از اینکه همراهی میکنید. یه تشکرم بکنم از دوستانی که حالا کمک مالی میکنن به من. همین که اعتماده تونسته شکل بگیره واسه من خیلی ارزشمنده. واقعا دمتون گرم. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم لیاقت این همه محبت و لطفتون واقع شده باشم و دمتون گرم. مرسی. اون دوستانی که سابسکرایب نکردن میتونن سابسکرایب کنن. حالا میتونید لایک هم بکنید و به من انرژی بدین. فعلا